اوکی، درس سوم خود شروع میکنیم از اعداد دی Zahlen. درس قبلی ما تا عدد 10 را خواندیم. یک مرور کوتاه میکنیم. 0 میشه 0، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عدد 11 میشه 11 11. 12 میشه 12 12 12. 13 میشه 13 13. پس همون 3 و 10 13 13. 14 میشه 14 14. همون 4 و 10 14. 15 16. اونجا یک فرق داشت، 6 بود، ای 6 16. اس آخرش نامده 16. 17 میشه 17. 18 میشه 18. 19 19. 20 میشه 20 20 20. 15 16 17 18 19 20. اوکی، از عدد 21 شروع میکنیم. توی زبان آلمانی یه فرقی که داره، اینا یکان اول میگه تا 10 کان. اولاش آدم یه مقدار چیز میشه، ولی پسان دیگه عادت میکنه. 21 میگه 1 و 20. 24 میگه 4 و 20. ای عادت میکنه پسان بهش. ای 21 1 und 20. 1 و 20. 22. 2 تا اینجا 2 und و 20. 22. 22. 23 23. 24 25. 26 27 28 29. عدد 30 میشه 30. این سه فکر کنم تا حالا درس ندادیم یا حرف سد. این در واقع دو تا اسه برای همین سد خوانده میشه. قدیما ایره 2 تا اس می نوشتن، الان از سال 2000 به این بر ایره اینطوری می نوشتن سد. اوکی، 31 32 34 35 36 37 38 39. عدد بعدی 40. 40 میشه 40 50 50. یه بعض جا 50 میخوانه، بعض جا 50 میخوانه. رقمی که آدم در تلفظش فکر میکنه راحت تره. 50. 60 میشه 60 70 80 80. همون مثل 1 2 3 4 5 6 60 70 80 90. عدد 100 میشه 100. میتونه آدم 100 هم بگه، میتونه 100 هم بگه. مثلا توی فارسی هم میتونه آدم 100 بگه یا 100 بگه. 200 هم میتونه بگه یا میشه 200. 200 101 101 102 103
الان مثلا ما میخوایم عدد 123,000 رو بگوییم 123.000. عددی مثلا 114,000 و 200، عدد 114,000 رو بگوییم 114. عددی بگوییم مثلا 171,000 رو بگوییم، یا مثل ما قبلنا اول 100,000 رو میگوییم، بعد یکانه میگوییم، بعد دهکانه. 141,000. 200، 300، 400. عدد 1000 1000، 1000، 1000. 1001 میشه عدد 1001. 2000 عدد 2000. 10,000 10,000. 100,000 100,000. 1,000,000 1,000,000. چون اعداد مقداری یادگیریش این که به ذهن آدم بشینه نیاز به زمان داره، من پیشنهاد میکنم که ببینیم اینجا صفحه خالی داریم. پیشنهاد میکنم که چند تا عدد مثلا بنویسین، چند تا عدد رندومه، مثلا همین عددهایی که من مینویسم میتونید بنویسید. 125,231. این رو کوشش کنید در آلمانی بخوانید. ویرگول. عدد بعدی مثلا 45,324. عدد بعدی مثلا 9,001. عدد بعدی مثلا 7,009. عدد بعدی مثلا همین عددا فعلا. همین عددا رو کوشش کنید در زبان آلمانی چیکار کنید، جدا جداگانه یکان و دهکانش رو جدا کنید و طریقه خواندنش یاد بگیرید و عددا رو از بس تکرار کنید که بخی در ذهن آدم بیاد. این چیزی زبان آلمانی مقداری اولاش سخته، مثلا آدم میگه 54 45 مثلا اشتباه میکنه، اول کوشش میکنه 45 میگه 54، ولی در واقع 54 میگه 54، یعنی 44 و 5. یه مقدار اولاش سخته ولی پسان در چیز زمان آدم رو میشه. عدد 1,000,000 میشه 1,000,000. 1,000,000. 1,000,000 میشه 1,000,000. یاد داره اینا رو دیگه باید انقدر آدم چیز کنه، مثل ریاضی میمانه دیگه. مثلا ریاضی فرمول تو داره میخوانی، باید هم فرمول چند تا عددهای مختلف جایگزین کنی، مثلا مثالهای مختلف، هم فرمول کم کم در ذهن آدم میشینه. یه هم باید زیاد بخوانی تا که بتونی در کسری از ثانیه هم عدد نفر مثلا میگه بتونی تو ذهنت umwandeln کنی، یعنی توی ذهن آدم بتونه او را ترجمه کنه. اوکی، پس این درس تمامی اعداد چیز میکنیم، چون اعداد مقداری خواندنش وقت میگیره و یک چیزی که توی زبان خیلی مهمه برای آدم یادگیری عمیقه. این که آدم 1000 تا کلمه رو یاد سرسرکی بخونه، 1000 تا کلمه زیاده، مثلا 300 تا کلمه رو سرسرکی بخونه و نه تنها تو جمله استفاده کنه و یک جای یک نفر یک چیزی میگه سریع واکنش نشان بده، فایده نداره. همین بهتره مثلا 40 تا کلمه 30 تا کلمه رو درست اصولی خوانده بشه، تکرار کرده بشه، بتونه سریع واکنش نشان بده، نیاز به فکر کردن نداشته باشه. این خیلی خوب داره. 30 تا کلمه رو که آدم یاد گرفت، باز 50 کلمه بعدی آسان تر میشه، 100 تا کلمه بعدی آسان تر میشه. یکی از چیزایی که من خودم در زبان خیلی دیش اعتقاد دارم اینه که یادگیری عمیقه. 4 تا کلمه یا 10 تا کلمه آدم یاد میگیره، باید انقدر تکرار کنه که خوب توی ذهن آدم تهنشین شه و بعد بره سراغ بعدی.
Bis unsere nächste Lektion. Auf Wiedersehen. Wir